سلام رفقا، خوش اومدین به سومین قسمت از داستان 206 مون. چند وقتی بود که چرخهای عقب زاویه گرفته بودن و از عقب ماشین صدا میومد و کلا حس ماشین خوب نبود. پس وقتش بود که درست حسابی بریم سراغش. اول ماشین رو بردیم پیش استاد که عقب ماشین رو باز کنه و بگه مشکل از کجاست و چه لوازم احتیاج داره که ببریم تراشکاری. اول از همه رفتیم لوازم یدکی و لوازم رو خریدیم و بردیم پیش تراشکار. اونجا گوشا و بولبرینگ های خراب رو در آوردن و جیت ها رو زدن سرش تا به حالت عادی برگرده. اینجا هم به پیشنهاد تراشکار یه دونه گریزخوره سایز 6 خریدم. لوازم رو تراشکار آماده کرد و بردیم دادیم اوسا که ببنده و تنظیم کنه. لوازم آوردیم مکانیکی، ماشین خونش بود. اوسا مشغول شد و گریزها رو زد و طبقا رو که اومد جا بزنه دید بولبرینگ قفل کرده. مجبور شدیم بریم که یکی بخریم و اوسا خودش بزنه جا. همه چیز نصب شد، چرخ‌ها رو جا زدیم و رفتیم دور بزنیم ببینیم ماشین در چه حاله. یاد نبر. اگر اینجور ویدیوهای واقعی تعمیر رو دوست دارین ما رو دنبال کنید.